البته می رویم، چون که وقتی آدم رو دعوت میکنن با یک جای دیگر، یعنی معلوم می شود که همون آدم در کاری رو دعوت میکنن. و البته از یگان ناحیه که برای ما مقصد درخواست شود یا که ما رو دعوت کنن که با اون جایی که برای کار ما رویم، البته ما قبول میکنیم، می رویم با اون جایی کار میکنیم. اگر در همین تنها در دولت خودم سال بر کدام ناحیه هست ما رفته خدمت میکنم. 2 ساله برای کار حتما میرم، برای که میخواستم در همین ولایت بدخشان از اونها رسم و اینشون بفهمم. سال میخواستم زبانشون یاد بگیرم. شرایطش ناز نباشد، مبلغش ناز نباشد نمیرم، برای آنکه اویلم مانده، بچه هم مانده، به شهر دوردست رفتم به من ضرور نیست. میخوام که در دیجا مبلغش ناز باشد به همونجا رفته کار میکنم. برای چی نه؟ راستی ما را نیز دعوت کرده ایستادند که به ناحیه جلالدین بلخی. افسوس که ما اینجا در تئاتر اپرا بالت کار و فعالیت داریم، افسوس راسته نمیتونیم. چرا که نه از روی اختصاص باشد، اگر همه شرایط ها مهیا باشد چرا نه میتوانیم کار کنیم. ما نمیتوانم در حالتی که شرایط من مهیا نباشد، در همه حالت ها فقط میشد که شرایط مهیا باشد ما میتوانیم کار کنیم. اگر شرایط نباشد نه. بله، اگر زندگی مجبور کند، شاید مثال زندگی هر گونه است، دیگرگونی دارد، خیلی دیگرگونی است. اگر که مثلا ما رو به زندگی مجبور سازند، به فرزند و مثال به وی، شاید که